باز هم درود بیننده صفحه یوتیوب کانال ما. اینک قصه دیگری را پیشنهاد شما میکنیم. دو جفت تازه با عشق و محبت صمیمی عائله‌دار شدند. قبل از عائله‌داری هر روز سخن‌های تر و تازه و دلپسند میگفتند. در روزهای اولی عائله‌داری نیز ادامه داد، اما بعد چند مدت سخن‌های پر از محبت و احترام از بینشان کاسته گردید. نافهمی کوچک باعث جنگ و جدال و قهر می گردید. شب هر دو نشسته صحبت نمودند و قرار دادند که به عائله‌داری خاتمه می دهند، یعنی از هم جدا می شوند. مرد گفت: در باغمان درخت می شینانیم و اگر درخت در 3 ماه خشک شود ما حتما از هم جدا می شویم. اگر خشک نشود دیگر فکری جدایی را نمی کنیم. تا یک مدت در خانه های علاهیده زندگی می کنیم. فکری مرد به زن جالب آمد. صبح درخت گرفتند و یک جایه در باغ شینانیدند. 1 ماه گذشت اما درخت ذره خشکی را ندید. شب زن و شوهر در باغ رو برو شدند. البته که در دستهایشان ستیلی پر از آب بود. هر دو می کوشیدند از همدیگر پنهانی به درخت آب بریزند تا درخت نخشکد. بله بیننده عزیز، زندگی چنین است. دوستان، گاه کاری را انجام دهیم که خودمان نمی خواهیم. امید دارم که شما زندگی را دوست می دارید و مبارزه می برید. همیشه صحتمند و خوشبخت و خوش روزگار بمانید.